عرفان هستم. توی این ویدیو میخوایم که راجع به بحث ذخیره سازی انرژی صحبت داشته باشیم. ما توی این ویدیو قرار هستش که در خصوص ترمال انرژی استوریج بیایم توضیح بدیم. البته خب ما فرمت های مختلفی از ذخیره سازی انرژی داریم که حالا میتونن به صورت مکانیکال باشن یا همون انرژی گرمایی در دو نوع باشن که حالا سنسیبل یا لیتنت و کیمیکال و انواع فرمت های دیگر رو. چیزی که ما اینجا میخوایم توضیح بدیم به صورت سنسیبل هستش و از نوع ترمال انرژی استوریج. و به چه طریق ما اینجا یک منبع داریم و یک آب از اینجا وارد میشه میره توی معادل حرارتی. این معادل حرارتیمون هستش و اگر اینجا یک امدادی وجود داشته باشه از آب، یک امدادی اینجا هستش و یک دمای یکی هم داره، اینجا هم یک امدادی هستش و یک دمای T2 داره، اینجا هم یک امی هستش برای حالا مثلا یک ماده اینجا هستش ما میگیم که واتر هستش و یک تی هم داره، درسته؟ و همچنین ما یک دمای محیط هم اینجا میتونیم که داشته باشیم و خب یه آبی وارد میشه میاد این آب رو گرم کنه از اینجا داره خارج میشه. اتفاقی که میفته این هستش که نرخ تغییرات T1 و T2 در واحد زمان اگه ما در نظر بگیریم این باشه دما، این باشه ثانیه، به این صورت خواهد بود تقریبا. مثلا اینجا داره کم میشه از مثلا اینجا T1 ما هستش، اینجا نقطه T2 ما هستش. ولی خب در عوض چیزی که داره اتفاق میفته این دمای T ما داره افزایش پیدا میکنه در واحد زمان. مثلا به این طریق داره افزایش پیدا میکنه T ما. و حالا ما میخوایم که بیایم تو بحث شبیه سازی مطلبمون یه کاری انجام بدیم. یک سه تا منبع رو که حالا ظرفیتشون هم یکسره با هم دیگه سری کنیم و به این صورت شبیه سازی کنیم. یک دمای از اینجا داره وارد میشه و یک امدادی هم داره و داخل هر منبعی هم یک امی وجود داره و یک نرخ انتقال حرارتی بین این منبع و آب داخل منبع وجود داره و همچنین ما یک میزان اطلاف حرارتی از منابع به خارج داریم و بین هر منبعی هم ما نرخ انتقال حرارت رو خواهیم داشت. اینا رو می‌خوایم شبیه سازی کنیم و برسیم به این بحث که حالا تو بحث شارژ که فاز اولیه ذخیره سازی ما هستش و فاز دوم رو داریم که حالا ما کیپ می‌کنیم و فاز 3 رو داریم که دیسشارژ هستش. ما حالا فاز 2 رو اینجا نداریم و این دوتا رو داریم و میخوایم که بیایم ببینیم که به چه صورتی خواهد بود و ما انتظار داریم که تی در واحد ثانیه همچین حالتی باشه برای ما که اینجا فاز چارج هستش، اینجا فاز دیسچارج. و حالا میخوایم میریم این سیستم رو در داخل مطلب شبیه سازی کنیم و ببینیم به چه صورتی خواهد بود که حالا بیایم بحث آنالیز انرژی سیستم رو داشته باشیم. اگزرژی انرژی و SOC Statement of Charging و بقیه موارد رو ببینیم به چه صورتی هستن. خب حالا این هم بخش شبیه سازی مطلب ما که حالا ما یه سری کامپوننت قرار دادیم و بتونیم این شبیه سازی رو داشته باشیم. حالا بخشی که ما اینجا داریم از اینجا شروع میشه تا به اینجا. حالا این بخش دیگه هستش که حالا تو ویدیوی بعدی توضیح میدم که مربوط به چه کاری هستش و اینم منابع ذخیره ما هستن که یک امی دارن، یک جرم آبی درشون قرار گرفته با اون سی مشخص و اینم معادل حرارتی ما هستن و یک نرخ انتقال حرارتی بین آب داخل و این آبی که از اینجا داره عبور میکنه وجود خواهد داشت و یک سورس حرارتی ما داریم با یک پمپی، حالا آب داره پمپ بشه و یک سورس حرارتی وجود داره. حالا این سورس حرارتی میتونه چیزهای مختلفی باشه. در نهایت سیستم حالا ران شده و آب و در حالت چارج ابتدا از اینجا وارد میشه و قطع میشه و میره رو حالت فاز دیسشارژ. من اینجا میام که در واحد اسکوپ میخوام که ببینم که حالا من سیستم رو رانش کردم. این اسکوپ رو بازش میکنم تا بتونم نمودارهامو ببینم. اینجا برای من باز میشه و یک سری خطوط برای من اینجا داره نشون داده میشه که یک سریش مربوط به ام ما هستش، یعنی ام در واحد زمان، اگزرژی در واحد زمان و دما
در واحد زمان که حالا ما تغییرات رو شاهدش هستیم. این TSC1 تا TSC3 مون مربوط به تغییرات دمای آب داخل مخزن هستش. من گفتم یک همچین انتظاری خواهم داشت. این فاز شارژمون هستش تا این نقطه داره شارژ بشه. از اینجا به بعد ما فاز دیسشارژ رو داریم و این اتفاقی هستش که در داخل منبع داره که میفته. اینا هم T1 T2 T3 هستن و مربوط به اون بخش دمای مبدل حرارتی همون هستن که داره اینجوری پیش میره. یه جایی به بعد میبینیم که تغییراتش به چه صورتی خواهد بود. اینم اگزرژی ما هستش و اینم هیت ما که حالا اینا رو کار نداریم، ولی چیزی که برای ما مهم هستش همین TSC1 TSC2 و TSC3 مون هستش و اینم مدل سازی مطلب و اونم حالا توضیحاتی که قبلش ارائه دادیم. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدارتون.